در آغاز باز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از دفتر مرکزی رادیو آزادی در جمهوری چک درود میفرستم. شالوی گل خوجه هستم و روزتان بخیر باشه. چون معمول در نوید بومدودی خبرهای تاجیکستان و جهان رو گرد آوردیم و برایتان در چند دقیقه دیگر خواهم گفت. باوری دارم تا آخر صحبت مرا همراهی خواهید کرد. اما نخست میبینیم که وضع باد و هوا چگونه است. در پراگ امروز هوای آفتابی پیشگویی شده است و گرمی روزانه 11 درجه را تشکیل میدهد. در مسکو باشد برف میبارد و در دوام روز همگی 4 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه هوا آفتابی باقی میماند. انتظار می رود که در جریان روز حرارت تا به 28 درجه برسد. مصطفی حیاتوف عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که 25 سپتامبر از پولش اخراج شد در نواری ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. نواری صحبتی بیش از 2 دقیقه‌ای او روز 5 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. در آن حیاتوف در مرکز دوشنبه دیده می شود ولی معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. پیشتر سازمان‌های حامی حقوق انسان و سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از اخراج او از پولش نگرانی و گفتند که او در وطن با شکنجه روبرو خواهد شد. مصطفی حیاتوفی 25 ساله 3 سال بعد از وارد شدن به پولش و درخواست پناهندگی و حق اقامت در این کشور پاسخ رد گرفت و اخراج شد. سهراب ظفر رهبر سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود که چنین نوارها زیر نظر مقامات ثبت میشوند. او شکنجه شدن حیاتوف را از احتمال دور ندانست. نورالدین رضایی یک فعال دیگری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 میگوید نواری بازگشت با اختیار خود زیر فشار ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برداشته شده است. مقامات هنوز درباره این ادعا و قضیه حیاتوف اظهار نظر نکردند. به گفته رضایی اگر مصطفی حیاتوف خواهشی به تاجیکستان برگشتن می داشت 11 روز با نشان اعتراض از قرار اخراجش گرسنه‌نشینی نمیکرد. او با خواهش خود برنگشته است بلکه او را تسلیم کردند گفت او. ولی مصطفی حیاتوف در نواری ویدیویی میگوید که او را عفو کردند و حالا آزاد است. شما در آنجا میگفتید که اگر آنجا روید شکنجه میشوید راستی کسی به من کار ندارد میگوید. این جوان در حال از آزاد شدن از جوابگری جنایی صحبت میکند که قبلا مقامات گفته بودند که نسبت به او پرونده جنایتی وجود ندارد و جستجو نمی شود. حالا این جوان حرفایی را به زبان میآورد که خلاف گفته وکیل دفاعش است. دلشاد نظرов گرزاندوز مشهور توجیک و قهرمان المپیادای سال 2016 در ریو د ژانیرو در یک اظهارات خود در صفحه فیسبوکیش گفته است یافتن دوپینگ مرا به حیرت آورد و من قربانی قلابی شدم. از این پیش روز 24 سپتامبر نهاد مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک دلشاد نظرов را برای خط ورزشکاران شامل کرد که در استفاده دوپینگ متهمند. او آخر هفته گذشته در اظهارات خود گفته است به من موقتا نمایندگی کردن کشورم را منع کردند. این به من سخت تاثیر کرد. ورزش باید تازه باشد، المپیچی باید نمونه باشد، المپیچی باید قاعده های رقابت عادلانه را مقرر نماید نه اینکه آنها را ویران نماید. من از روی این عمل میکنم گفت دلشاد نظرов. دلشاد نظرов اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز عنوان کرده است. او میگوید به داروهای ممنوع نیز به طور کافی قوی است. دلشاد نظرов نوشته است آماده است تا ثابت کند که هیچگاه دوپینگ استعمال نکرده است. او در ادامه گفته است چیزی برای پنهان کردن ندارد و باور دارد که حق بر جانب او است. دلشاد نظرов گرزاندوزی 37 ساله توجیک که با گمان استعمال دوپینگ موقتا از حق شرکت در مسابقه محروم شده است در قهرمانی جهان در دوحه شرکت نکرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان با سفیران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و خود صحت در شهر دوشنبه یک ملاقات برگزار میکنند. قرار است این دیدار امروز 7 اکتبر در بینای وزارت امور کارهای خارجه برگزار شود. مسئولین دفتر برنامه‌های صحت در دوشنبه نیز بر رادیو آزادی گفتند در این ملاقات 16 سفیر کشورهای عضو سازمان شرکت می‌ورزند. در نظر است که در این نشست مسئله همکاری‌های تاجیکستان با صحت بررسی گردد. به گفته یکی از شرکت‌داران این ملاقات یکی از موضوعهای اساسی این بررسی نتیجه های مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان در شهر وارشاوا می باشد. مشورت سالانه صحت درباره حقوق انسان از 16 تا 26 سپتامبر در شهر وارشاوا برگزار گردیده بود.
طالبان افغان میگویند 3 گروگان هندی را در مقابل رهایی 11 طالب اسیر آزاد کردند. در صحبت با رادیو آزادی روز یکشنبه دو منصبدار طالبان گفتند که تبادل روز شنبه دایر شده است، اما آنها درباره مکان تبادل تفصیلات ندادند. تا کنون حکومت افغانستان و یا هندوستان در این باره چیزی نگفتند. در ماه می سال 2018 7 مهندس هندی که در بنیاد نیروگاه برقی در ولایت شرقی بغلان ایفای وظیفه میکردند ربوده شدند. آن زمان کسی مسئولیت آدم ربایی را بر دوش نگرفته بود. یکی از گروگان ها در ماه مارس رها شده بود. سرنوشت باقی مانده ها ناروشن باقی میماند. روز یکشنبه 10 نفر در میدان آزادی شهر مینسک با نشان اعتراض از همایش احتمالی بلاروس با روسیه جمع شدند. جمع آمد را پیشوای معروف مخالفین و سابق داوطلب کرسی پرزیدنت میکولای ستاتکیویچ جمع کرده بود و در جریان این گردهمایی او برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه آینده امضا گرد آورد. گردهمایی امروزه و یک سلسله راهپیمایی‌های مخالفین زیر شعار عمل برای صاحب استقلالی بعد از آن دایر شدند که روزنامه روسی کامرسانت 16 سپتامبر برنامه همایش دو کشور در آینده را نشر کرد. طبق آن بلاروس و روسیه نقشه دارند در ماه دکامبر درباره همایش بیشتر دو کشور تصمیم بگیرند. یک کمیسیون ویژه با آماده کردن طرح اصلاحات به قانون اساسی ترکمنستان کشور پوشیده آسیای مرکزی آغاز کرده است. اجنسی اطلاعاتی دولتی ترکمنستان خبر داد که جلسه اول اعضای کمیسیون روز 4 اکتبر برگزار شد. رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف گفته است تغییرات به کنستیتوسیون به وضع تغییریابنده اقتصادی و سیاسی جهان ربط دارد. بار آخر قانون اساسی ترکمنستان را ماه سپتامبر سال 2016 اصلاح کردند. آن زمان یکی از بندهای مهم تغییرات برداشتن محدودیت سن نامزد به مقام پرزیدنتی بود. در گذشته افرادی از 70 ساله بالا حق نامزد شدن به مقام پرزیدنتی ترکمنستان را نداشتند و این بند در طرح 3 سال پیش بکار کرده شد، ولی قانون اساسی ترکمنستان تنها به افرادی از 40 ساله بالا اجازه میدهد که داوطلب کرسی پرزیدنتی شوند. این بند راه را برای به قدرت رسیدن افرادی به مثل پسر پرزیدنت سردار بردیمحمدوف رئیس ولایت احل باز میکند. انتظار میرود کنستیتوسیون ترکمنستان در شکل نو سال 2020 برای بررسی به پارلمان پیشنهاد شود. قانون اساسی ترکمنستان سال 1992 قبول شده، تا کنون 6 دفعه به آن تغییرات وارد شده است. برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکستان. منابع در نهادهای رسمی تاجیکستان گفتند نقشه از سوریه به وطن آوردن زنان و کودکان تاجیک شورای حقوق بشری سازمان ملل وضع آنها را وحشتناک تصویر کرده بود آماده شده است، ولی حاضر نشدند جزئیات نقشه را آشکار کنند. در گذشته مقامات گفته بودند از بس که تاجیکستان در سوریه نمایندگی رسمی ندارد و این چنین بعضی از شهروندان در منطقه‌های زیر نظارت دولت و برخی دیگر در دست گروه‌های کرد هستند، کار را مشکل می‌گرداند. در چند پناهگاه‌های سوریه بیش از 5,000 از زن و کودک جنگجوی تاجیک گروه تندروی دولت اسلامی ثبت شدند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 5 اکتبر در بیانیه رسمی گفت فرستاده کشور با بعضی از مقام‌های سوریه ملاقات و مسئله شخصیت و شماره شهروندان، راه‌های برگرداندن آنها به وطن و مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم را بررسی نموده است. تا این دم چندی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و قزاقستان چندین شهروند خود را از این کشور بیرون آوردند. تاجیکستان تجربه بیرون کردن کودکان جنگجویان را از عراق دارد، ولی بغداد بیش از 40 زن تاجیک را عمرباد و مدت طولانی زندان محکوم کرده است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق که حالا با سپارش حکومت در دمشق است، روز 5 اکتبر به رادیو آزادی گفت با نمایندگان حکومت بشار اسد و گروه‌های مسلح مخالفین صحبت کرده است. دفعه دوم است که نمایندگان تاجیکستان به سوریه میروند. در این کشور تاجیکستان سفارت ندارد و حکومت این مسئله را به سفارت تاجیکستان در کویت وابسته کرده است. پیشتر مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که در پناهگاه‌های زیر نظر سازمان ملل متحد 575 زن و کودک جنگجوی تاجیک گروه دولت اسلامی را پیدا کردند. یک منبع باوری بخش رادیو آزادی روز 12 سپتامبر امسال گفت اکثر آنها در پناهگاه الحال هستند. قبلا مقامات تاجیکستان از عراق بیش از 80 کودک تاجیک را به وطن آورده، بعضی آنها را به نزدیکان و برخی دیگر را به اختیار اینترنت ها سپردند. و یک خوشخبر ورزشی نیز هست. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی زینالدین رحیموف که در بازی آخرین مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 منتخب سوریه را با حساب 1-0 شکست داد، با 9 امتیاز غالب گروه C شد و به قسم نهایی مسابقات
خود راه پیدا کرد. بازی دوری سوم و آخرین گروه سی شام یکشنبه 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار گردید. گل یگانه را حمله‌گر شهرام سمیف در نیمه اول دیدار در دقیقه 23 به ثمر رساند. یادآور می‌شویم منتخب جوانان تاجیکستان در بازی دوری اول مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی تیم جزیره‌های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 و در دور دوم تیم لبنان را با حساب 1-0 شکست داده بود. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله 46 دسته شرکت دارد که طبق قرعه کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راه پیدا می کند. و از قرب اسعار خارجی برای امروز نیز میگوییم که از طرف بانک ملی تعیین شده است. متوجه باشید $1 9 سومانی و 68 درم است، 1 یورو 10 سومانی و 61 درم و 1000 روبل روسی به 149 سومانی برابر شده است. و بینندگان عزیز، با خبرهای بیشتر از این من شما را در دوام روز منتظر میشوم. فراموش نکنید برنامه خبری داریم و همچنین سرخط خبرهای روز پیشنهادی شما میشود. ما شما را منتظر خواهیم بود. روزی خوب در پیش داشته باشید.